اگه کوسنای مبلتون رو میخواید پر کنید، بعد از اینکه میخواید حالا رویه ها رو در بیارید و بشورید، بهتره که اول بیایید و مواد داخلش رو کامل خالی کنید اینجوری. بعد اینا رو کامل پوش بدید، از هم با دوتا دستا باز کنید. این شاید مثلا حجمش نصف این بوده، حالا بعد که پوش دادیم شده انقدر. بعد از این اومدیم و یه دونه رو، اینو من خودم الان پر کردم براشون که صاف و منظم مرتبه و این چیزیه که خودشون تو خونه پر کرده بودن و این نکته رو نمیدونستم، واسه همین یکم بد فرم وایساده. تو این جور مواقع فقط و فقط کافیه که پوش بدید مواد داخلشو و اگه تونستید برای شروع اول 4 گوشه کارو پر کنید. اول 4 گوشه کوسن رو پر کنید، 4 طرفشو، بعد شروع کنید وسطشو پر کنید. اینجوری گوشه ها خیلی تمیز و منظم و تیز وای میسه. این هم چیزی که پوش داده شد. الان من میخوام این یه دونه رو براتون پر کنم تا ببینید. یه مش ویسکوزا رو بردارید توی گوشه ها، دقیقاً یه حالت قیف درست کنید و تا میتونید این یه تیکه رو منسجم فشار بدید. بعد برید طرفای بعدی هم همینجوری کامل پر کنید تا هر جایی که میشه. بعد دوتا گوشه دیگه هم پر کنید و شروع کنید وسطای کار رو پر کنید. این من 3 تاشو پر کردم، 4می طرفش هم که پر کنید، بعد دیگه شروع کنید به وسطا و کوسن خیلی منظم و مرتب وای میسه بدون اینکه هیچ جاش افت داشته باشه یا هیچ جاش سبک سنگین بشه.